بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستای عزیز، یکی از دوستا یک کلیپ را برای ما روان کرده و این کلیپ از یک آخوند از آخوندهای اهل تشیع هست و اینا در کلیپ خود چی کردن؟ به حساب چالش دادن به تمام اهل سنت که من اینی سند بر شما میارم و این دلیل میارم، شما جواب از این بگوین. خب شما یک مرتبه همی سوال از این شخص میبینین که چی میگه، باز بعد از اون انشاءالله سرش تبصره خواهد کرد. خاکی. این کتاب رو حتما میشناسید. کتاب صحیح بخاری، معتبرترین کتاب شما. در حدیث شماره 3767 یه روایتی از پیغمبر آورده که میخوام با هم بخونیم. بیاین با هم بخونیم. پیغمبر فرمودن فاطمه تو بضعة منی فمن اغضبها اغضبنی. فاطمه تکه‌ای از بدن منه، پس کسی که اون رو عصبانی کنه من رو عصبی کرد. این روایت صحیح بخاری رو دیدین؟ بیاین روایت دوم واسهتون بخونم. در روایت 3093 صحیح بخاری اومده که فغضبت فاطمه بنت رسول الله فهجرت ابابکر. فاطمه زهرا از دست ابابکر خشمگین شد و با او قهر کرد. فلم تزل مهاجرته او حتی توفیت. و این قهر و خشم فاطمه زهرا ادامه داشت تا از دنیا رفت. خب طبق روایت اول دیدین که خشم فاطمه زهرا خشم پیغمبره و دیدین که حضرت زهرا با خشم بر ابوبکر از دنیا رفته. خب طبق آیه قرآن هر کس که پیغمبر رو اذیت کنه و خشمگینش کنه عذاب خداوند متعال برای حالا سوال ما از شما اینو، چجوری همچین آدمی رو خلیفه اول خودتون میدونین؟ نظریاتتون رو کامنت کن. ما دوستا کلیپ دیدین و سوالش هم خوب فهمیدین که او یک حدیث از صحیح بخاری را ذکر میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که فاطمه تو بدعت منی فمن اغضبها اغضبنی، و باز حدیث 3093 را ذکر میکنه که فغضبت فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم فهجرت ابوبکر فلم تزل مهاجرته حتی توفیت. در جواب از اینا میگیم که خب از اونا سوال میکنیم که اول شما وقتی که دلیل میگیرین از صحیح بخاری، آیا شما صحیح بخاری را کلش قبول دارین؟ و مشکل اساسی همی هست که شما صحیح بخاری را یک دو حدیثش دو روایت او را قطع شده قیشی شده او را میگیرین و میرین برای کلگی ما میکشین و باز میگن که شما چطور مثلا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه را با وجود از این سند شما من حیث خلیفی مسلمان ها و من حیث خلیفه پذیرفتیم. ما براتان میگیم که اگر شما هم مثل ما احادیث صحیح بخاری را کلش بگیرین و کل آنچه درباره از این قصه هست ای را بفهمین و کل از این روایاتش بگیرین، انشاءالله کل مشکلات حل میشه. پس من خدمتان بعضی دلایل پیش میکنم. اول ما براتان این روایت بگویم که امی صحیح بخاری که شما سند گرفتین در حدیث 3729 انشاءالله شما حدیث سهل کنین 3729 در صحیح بخاری میخوانیم. حدیث حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين ان المسور بن مخرق قال ان عليا خطب بنت ابي جهل. اصل حدیثی که شما میگینین که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که فاطمه تو بدعت منی یا امی حدیث بدعت منی، اینال ببینین این حدیث اصلش درباره چی هسته؟ ایرایی میگه که خوب روایت دقیق ما براتون میخوانم، میره ببینین بازش تبصره میکنیم. حدیث اصلش درباره علی رضی الله تعالی عنه است و اگر به گپ شما باشه فیصله و قضاوت شما را قبول بکنیم و فهم
غلطی که شما از گرفتین و با فهم غلطتان حکم غلط کردین، این گپتان با سر علی رضی الله تعالی عنه میخوره و ما گپ شما را نمیکنیم و ما حدیث درست میگیریم و به علی رضی الله تعالی عنه و به ابوبکر رضی الله تعالی عنه به اردویشان من حیث دو یار و دو صحابی جلیل قدر به اردویشان احترام میکنیم. ببینید یه حدیث چی میگه؟ میگه ان علی خطب بنت ابی جهل فسمعت بذلك فاطمه. میگه علی رضی الله تعالی عنه دختر ابو جهل خواستگاری کرد. متوجه هستین؟ ابو جهل کافر خطرناکی که دشمن الله و دشمن رسولش بود، حال دخترش مسلمان شدن و علی رضی الله تعالی عنه میخواد که با همراه زوی ازدواج بکنه و او را خواستگاری میکنه. فقالت فاتت رسول الله صلی الله علیه، وقتی که میگه فسمعت بذلك فاطمه، بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها از این گپ خبر شد که خبر داری که شوهرت علی دختر ابو جهل خواستگاری کرده. میگه فاتت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه بی فاطمه آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم فقالت یزعم قومك انك لا تغضب لبناتك. میگه بی فاطمه و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که این قوم تو گمان میکنه که تو در قسمت دخترای سرکز غضبناک نمیشی. اینا بی فاطمه و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه و هذا علی ناکح بنت ابی جهل. میگه این علی میخواد که دختر ابو جهل ازدواج بکنه. یعنی فاطمه رضی الله تعالی عنها در این مخالفت نداشت، یعنی ادبی که ما با امرای زنا داریم و فهمی که ما از زنا داریم، یعنی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها مخالفتش از این نبود که علی رضی الله تعالی عنه خانم دیگه نگیره، لکن غضبش از این بود که نمیخواست که دختر دشمن رسول الله صلی الله علیه و سلم امرای از در یک سقف باشد یا در یک خانه باشد. میتونه علی رضی الله عنه کدام دختر مسلمان دیگی را امرایش ازدواج بکنه، اما نمیخواسته که به حساب انبا قضی یا کسی که شوهرش میخواد امرایش ازدواج بکنه دختر ابو جهل باشه. این روایت صحیح البخاری هست که شما این سر ما سند گرفتین و میگین که باز علی آل بی فاطمه در این لحظه از کی غضبناک است؟ از کی خفه هست؟ چه گپ شنیده؟ شنیده که شوهرش میخواد دختر ابو جهل خواستگاری بکنه و او رو بگیره به نکاح خود. آل بی فاطمه غضبناک است؟ نیست غضبناک است. سر کی غضبناک است؟ سر علی رضی الله تعالی عنه. خب با وجود از ما چی میگیم علی رضی الله تعالی عنه از این غضبناک است و همه پیش پدر خود میگه که تو به خاطر دخترای سرکس غضبناک نمیشی، یعنی میخوای پدر خود بگه که تو باید این مسئله قار شوی و خفه شوی تا که کار نکنن. خب دقیق سکن روایت شما دقیق اینجا بخوانین و ببینین. فقام رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس وقتی که بی فاطمه با رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که علی میخواد که نکاح بکنه دختر ابو جهل، فقام رسول الله صلی الله علیه و سلم فسمعته حين تشهد يقول اما بعد انكحت ابا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني وان فاطمه بدعه مني وإني أكره أن يسوءها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد فترك علي الخطبة. این وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که فاطمه بدعة منی و اینی اکره ان یسوءها، من بعد میبینم که او را کس خفه بسازم. والله لا تجتمع بنت رسول الله، اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم غضبناک است و میگه که قسم است به الله که دختر رسول الله به امرای دختر دشمن الله عند رجل واحد با یک شخص یک جای نمیشه. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم طبعا خودش خبر داده که برای یک مرد اجازه هست که 4 زن بگیره، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم مشکل نداره که علی رضی الله تعالی عنه
دیگه خانم هم بگیره، ولی غضبش از خاطر از این هست که نمیخواد که دختر دشمنش انباق دخترش شوند. و اینجا میگن، پس اینجا حدیث که صحیح بخاری روایت کردن، وقتی که علی رضی الله تعالی عنه این گپ رسول الله صلی الله علیه و سلم میشنوه، یعنی در این کار ما هم فاطمه غضبناک میشه و هم رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس اینجا وقتی که رسول الله میره بد میبینه، پس علی رضی الله عنه با امرای زی ازدواج نمیکنه. فترک علی الخطبه، میگه می خواستگاری علی ترک کرد. پس خفه شدن از این معلوم میشه که خفه شدن بی فاطمه در ایمان کس تأثیر نمیرسانه به این شکلی که مثلا در یک مسئله و خصوصا خانم و شوهر وقتی که در یک خانه باشن، کاری که شوهر میکنن چی هسته؟ مثلا خفه میشه و این خفگیش به این معنی نیست که او را از دین بکشه و از عقیده بکشه. و بر علاوه از این اگر گپ شما را بگیریم و بگوییم که مثلا غضبناک یا خفه ساختن بی فاطمه در مسائل عادی یا در یک مسائلی که حق باشه، اگر او خفه میشه پس او دیگه بیخی رسول الله خفه میشه و بالاخره ای مثلا از دین مبرایه. مثلا به سعی کنید در حدیث 6280 صحیح بخاری شما اینجا ببینید، میگه که حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب. میگه علی رضی الله تعالی عنه امی لقبی که برش رسول الله صلی الله علیه و سلم داده بود که ابو تراب لقب داده بود، میگه این بسیار دوست داشت. و این کان لا یفرح به اذا دعی به، اگر کسی علی را ابو تراب میگفت این بسیار خوشحال میشد. خب این لقب ابو تراب علی رضی الله تعالی عنه از کجا شده هست؟ ببینید رضی الله عنه و برش احترام داریم به علی رضی الله تعالی عنه و به همین شکل به ابوبکر رضی الله تعالی عنه. خب این حال میگه که جاء رسول الله صلی الله علیه و سلم بیت فاطمه علیه السلام. این روایت ببین است، این هم از صحیح بخاری هست. شما سند میرین بالای ما از صحیح بخاری. وقتی که ما میگیم اسناد صحیح بخاری رو بگیریم، اگر شما قرآن همه میخواستیم قیچی بکنین، مثل که یک نفر گفته بود که اینا در قرآن گفته لا تقربوا الصلاة، به نماز نزدیک نشین. خب عالم دیگه برش گفت تکمیل کو آیت، گفته و انتم سکارایشان بخوانم رش. یا مثلا فویل للمصلین اگر بگیرین بگوین که بسیار شدت عذاب از بر نمازگزاران و قطع کنین و بگوین که اینه بر نمازگزاران. اینا خود نمیشه. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. پس این حکم برای اون نمازخوانه است که از نماز خود بیخبر هستند. حالا که شما یک حدیث من یک روایت میگیرین و این در رخ کلگی میکشین، باید روایت مکمل بخوانین تا تعصب خودتان، تکبر خودتان این دور شوه و فهم درست داشته باشین و وقتی که کل احادیث صحیح بخاری رو بگین مشکلتان کاملا حل است. حالا سعی کنین باز می سر مسئله غضب. این هم حدیث هست که خب علی رضی الله تعالی عنه چرا میگه لقب ابو تراب خوش داشت؟ میگه جا رسول الله صلی الله علیه و سلم بیت فاطمه علیه السلام. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه بی فاطمه علیه السلام آمدن، فلم یجد علیا فی البیت. رسول الله صلی الله علیه و سلم علی را در خانه نیافت، در خانه دختر خود و دامادش که علی هست نیست. فقال این ابن عمک، پرسان میکنه از دختر خود کجاست، پسر کاکایت یعنی شوهرت کجا هست؟ فقالت کان بینی و بینه شیء، گفت در بین ما و بین از او یک چیز، یک واقعیت شد. فغاضبنی فخرج فلم یقل عندی. میگه فغاضبنی، غاضبه را میفهمین شما؟ غاضبه باب مفاعله هست و در این قسمت علما میگه که غاضبه وقتی که باب مفاعله استعمال میشه یعنی از دو طرف. فغاضبنی اینجا چی معنا میده که بی فاطمه میگه؟ یعنی مثلا از او غضبناک شدم، او سر ما غضبناک شد. بی فاطمه اینجا غضبناک شده و علی هم بالای بی فاطمه غضبناک شده. این سعی کنین که این حال شما خود یک نفره که اگر بی فاطمه غضبناک شود او را شما از دایره ایمان میکشین با فهم غلطتان. خیلی کسی که سر خود بی فاطمه غضبناک شود این چی میگن؟ بازم از شما با فهم شما نه، در فهم ما میگیم که خانم و شوهر هستن، خانم و شوهر با هم
دوستی و محبت و الفت داره، مودت و رحمت از نظر به آیات قرآن. بعضی اوقات در خانه، بعضی اوقات میشه که مثلا خانم و شوهر در یک مسئله خفه میشن، او از او خفه میباشه، او از او خفه میباشن. یعنی اینجا مسئله خارج کردن از دین نیست. اینجا بیبی فاطمه میگه که یعنی شوهر من خفه شد. چه قسم خفه شد؟ میگه فغاضبنی فخرج فلم یقل عندی، میگه از پیش ما خارج شد و پیش ما قیلوله نکرد. اینجا فلم یقل عندی یعنی پیش ما قیلوله نکرد، یعنی اینجا چاشتکی اینجا در خانه نمان. رفت فلم یجد علیا فی البیت این ابنک فلم یقل عندی فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لانسان، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم به یک شخص گفت انظر این هو، برو بپال که علی رضی الله تعالی عنه در کجا هست. فجاء فقال یا رسول الله، میگه او شخص آمد گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم هو فی المسجد، ما رفتم اون علی رضی الله تعالی عنه که در خانه خفه شده، قار کرده، رفته در مسجد استراحت کرده. خب هو فی المسجد راقدا، قرار در مسجد استراحت است. فجاء رسول الله صلی الله علیه و سلم، آل رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش علی رضی الله تعالی عنه، در حالی که علی سر کی غضبناک است؟ سر فاطمه، و فاطمه سر کی غضبناک شده بود در خانه؟ سر علی. پس هر دویشان غاضبنی، میگه وقتی که بینشان غضب و خفگی میشه، ایمه رسول الله صلی الله علیه و سلم به این معنی نیست که آل وقتی که اگر علی سر فاطمه غضب کرده یا فاطمه از علی غضبناک شده یا خفه شده یا ای از دین برآمد، نه، بلکه میگه به بسیار محبت برش چی میگه؟ فجاء رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو مضطجع. ببینید فهم رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه در حالی که امی شخص یعنی علی رضی الله عنه با پالو خواب بود، قد سقط رداؤه عن شقه، میگه امو قدیفی که داشت، میگه ای از امو شانش پایین افتاده بود، فاصابه تراب، به این امی شانش یعنی قسمتاش خاک پر شده بود. وقتی که قدیفش وقتی خواب کرده این پایین افتاده، طبعا در زمین اونجا وقت در مسجدها و تراب فرش نبوده، اما تو خاک بوده، اونجا شانه علی رضی الله تعالی عنه خاک پر می شده باشه. فجعل رسول الله صلی الله علیه و سلم یمسحه عنه، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم امی خاکی که در شانه علی رضی الله تعالی عنه چی میکنه؟ این خاکش مسح میکنه، پاک میکنه، تو از شانهش مثلا خاک دور میکنه. و هو یقول، و در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با محبت بر چی میگه؟ قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، ای ابا تراب بخیز، ای ابا تراب بخواست. اینجا شما سعی کنین فهم غلط خودتانه که اگر بیبی فاطمه سر کس خفه شوه یا غصه شوه یا غضب شوه، خلاص رو شما از دین میکشین. و در اینجا علی رضی الله عنه سر بیبی فاطمه غضبناک هم شده، او هم غضبناک شده، غاضبنی صیغه مفاعله هست. و از این خاطر بدرالدین عینی در کتابش عمدة القاری شرح صحیح البخاری می نویسد قوله فغاضبنی من باب المفاعله، میگه غاضبنی از باب مفاعله هست. الموضوع لمشارکت اثنین، میگه برای مشارکت اثنین، یعنی اردویشان در این غضبناک کردن یکی دیگه اردویشان شرکت داشتند. ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم هم او را از دین نکشید و ما هم نمیگیم که با این غضب بیبی فاطمه ای از چیز برآمد. و در او حدیث دیگه هم وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر میشه که علی رضی الله عنه میخواد که با دختر ابو جهل ازدواج کنه و میگه که مثلا فاطمه رضی الله عنها بدعت منی، جزئی از بدن ما هست، کسی که غضبناک کرد ما هم غضب میشیم. یعنی این یک سخنی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از او میفهمونه که یعنی در این کار من هم خفه میشم، پس نباید شما همراه دختر دشمن من ازدواج بکنین و او را بیارین همراه دختر من در زیر یک سقف نگاه بکنین، نه ای که او را از دین بکشی و نه ای که مثلا چیز از باطل شوه یا عقیده از رو خراب بگوییم. خب دلیل سوم که خدمت شما عرض بکنیم و این است که ابوبکر رضی الله تعالی عنه وقتی که برای بیبی فاطمه پیش آمد و عمو زمین نداد، به خاطر چی برش زمین نداد که بیبی فاطمه خفه شد؟ صحیح البخاری بازم قصه رو برای ما میگه که مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته بود که ما میراث نداریم، یعنی پیغمبران میراث ندارن و او چیزی که مثلا از پیغمبر میمانه این صدقه هست. از این خاطر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه برای فاطمه عمو زمین فدک به نام فدک میگفتن،
او زمینه به خاطر ازی برش نداد که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که من میراث ندارم و بی فاطمه میراث میخواست. خب اینجا صحیح بخاری رو میگه، شما این روایت صحیح بخاری هم بخارین و قبول بکنین که در حدیث 3092 صحیح بخاری روایت از حدثنا عبدالعزیز بن عبدالله حدثنا ابراهیم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها اخبرته. میگه عایشه مادر مؤمنان این خبر داد. کاش که ما بی عایشه را هم وقتی که صحیح بخاری میگه که مادر مؤمنا و قرآن هم میگه بی عایشه مادر مؤمناست، کاش که ما این را هم قبول داشته باشیم و بگیم اینه و برادر در صحیح بخاری بی عایشه مادر مؤمنا گفته شده است، پس ما چرا این مادری از قبول نداریم؟ باید این را هم بگیم. خب اینجا میگه عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها اخبرته ان فاطمه علیه السلام، میگه فاطمه علیه السلام ابنه رسول الله صلی الله علیه و سلم سألت ابوبکر الصدیق بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یقسم لها میراثها. میگه بی فاطمه از رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کرد؟ خواست که عمو قسمت میراث برش بده. مما ترک رسول الله صلی الله علیه و سلم مما افاء الله علیه، از آنچه که الله بر از او داده بود بعضی برش مثلا چی کنم میراث برش بده. بی فاطمه میگه و باز حدیث 3093 فقال لها ابو بکر ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا نورث. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که ما پیغمبر هستم، ما میراث از ما میراث برده نمیشه. ما ترکنا صدقه، آنچه که ما ترک کردیم صدقه است. آل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به چی عمل کرد؟ به قول رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که حکم الله هست، این حکم الله مال رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفته بود که لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و سلم هم سرقت بکنم من دستش قطع میکنم. یعنی در حکم الله و در حکمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه و تبلیغ میکنه و از جانب الله میگه دیگه استثناء نیست. بنان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فاطمه رضی الله تعالی عنه را برش احترام داره و میفهمه دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم است. وقتی که ما و شما با بی فاطمه الزهرا ما اینقدر ایمان و محبت صادقانه داریم، پس ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم است از ما که هزار چند به او احترام داشت. لکن حکم الله را چی بکنه؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مجبور است که من حیث ولی امر مسلمان ها حکم الله را تطبیق بکنه. خب فغضبت فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم فهجرت ابوبکر. این شما امی حدیث کاش که از سرش میخواندین که مسئله فدک بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که ما میراث نمیبریم. بنابر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی این عدالت میگه. یعنی یک کسی که خدا عالم دین میگه، یک کسی که میخواد دیگران عقیدهشان رو جور بکنه یا سر دیگران اعتراض میکنه، این مکلفیتش است که باید مثلا امو قضیه رو مکمل بگه. اما اگه قضیه رو نصفش قیچی بکنه، سرش قیچی بکنه، بیای فقط یک سطر بگیره و بیای باز بگه که ما با کلگی چالش میدم، این خود چالش دادن نیست. این در حقیقت در چشم مردم خاک زدن است، یا گفته ایرانی‌ها کلاه گذاشتن از بسر مردم. شما کلاه گذاری نکنین، شما در چشم مردم خاک نزنین و منایس عالم دین با لنگی سفید و با ریش اما تو خوب صفا سوترا و با همه چیز، این خود درست نیست، این خود غلط است، این خود اشتباه است، این خود گناه است، این خود مردم به کفر دعوت کردن است. که یک کسی را که الله او را مثلا مسلمان گفته لقد رضی الله عن المؤمنین، حالا اینجا در بیعت الرضوان که 1500 1400 1500 صحابی بود که در اون جمله ابوبکر صدیق بود، عمر فاروق بود، علی رضی الله عنه، مهاجرین انصار کل از اینا بودن. وقتی که در اینجا اینا کل از اینا حضور داشتن و الله میگه لقد رضی الله عن المؤمنین، الله از این مؤمنا چی شده؟ راضی شده. الله او را مؤمنان میگه و راضیم. و ما و شما بخیزیم باز یک روایت بکشیم و باز بگیم که نه والا من این قبول ندارم و این اینطور گپ است. آیا این قضاوت عادلانه هست؟ نه. حدیث وقتی که ما چرا ابوبکر صدیق خلافتش قبول داریم؟ به خاطر که ما صحیح بخاری کلش قبول داریم. شما چرا قبول ندارین؟ به خاطر اینکه شما صحیح بخاری کلش قبول ندارین. ما چرا خلافت ابوبکر صدیق قبول داریم؟ به خاطر که ما حدیث مکمل میگیریم و حدیث برای ما خودش تشریح میکنه موضوع را و قضیه ختم میشه. پس وقتی که اگر حدیث از اول میخواندین و شما این را باز میامدین میگفتین، باز براتون جای چالش
باقی نمیمان. خب اینجا موضوع روشن شد که ابوبکر صدیق رضی الله عنه نظر به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که گفت میگه رسول الله ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا نورث ما ترکنا صدقه، آنچه که ما گذاشتیم صدقه هست بر مردم، اما به خانواده ما آل بیت ما بر ازنا میراث داده نمیشن. وقتی که میراث داده نمیشن، آل ابوبکر صدیق مکلفیتش چی است؟ که او را بی فاطمه را خوشحال بسازه و یا ای که حکم الله و حکم رسول در این راستا تطبیق بکنه، حکم تطبیق بکنه. اگر بی فاطمه خفه میشه، مثل که سر علی خفه شده بود در وقتی که علی مثلا میخواست که دختر ابو جهل بگیره، یا بی فاطمه در وقتی که در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد خفه شد، بناهن خفه شدن از او اینجا خفه شدن در مقابل آن چیزی که حکم است. حالا یک کسی تو را میگه که نماز نخوان، اگر تو نماز بخوانی مادرت میگه اگر تو نماز بخوانی من خفه میشم. حالا مادرت خفه شوه چی میشه؟ اونجا خدا آیت قرآن گفته که شما اطاعت از مادر و پدر کنید. اطاعت در امور چی میشه؟ اطاعت در اموری که او مشروع باشه. حالا که وقت مادر تو میگه که نماز نخوان پس باید از او تو اطاعت کنی؟ نه. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که وقتی که اونا تو را به معصیت و این جاهداک علی ان تشرک بما لیس لک به علم فلا تطعهما، مادر و پدر اگر یک نفر به شرک کش میکنن بازم اطاعت بکنه، گفته فلا تطعهما، در اینجا شما اطاعتشان نکنین. پس این مسئله هست، میگه چیش ایده مسئله بود برای زینت. خب این حال دلیل چهارمی که براتون بگویم، شاه عبدالعزیز دهلوی یک کتاب داره، این کتابش هم به نام بسیار خوب کتاب مشهور است به نام التحفة الاثنا عشریه. این چی میگه؟ این کتابش مثل شما و کسایی که شبهات ایجاد کردن، شاه ولی الله دهلوی رحمه الله این کتاب نوشته کردن. میگه و مع ذلك فقط ثبت عند الفریقین، میگه یعنی دو فرقه، یکی فرقه اهل سنت است یکی فرقه شیعه است، میگه بین اردوی از این دو فرقه چی شده؟ ثابت است که ان غضب فاطمه قد شق علی الصدیق حتی رضیت عنه. میگه غضب بی فاطمه سر علی سر ابوبکر صدیق بسیار، با وجود از اینکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، یعنی با وجود از اینکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مطابق حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم فیصله کرده، با وجود از این هم وقتی که دید که بی فاطمه غضبناک شده یا خفه شده، میگه سرش بسیار سختی کرد. فقد روى صاحب محجاج السالکین و غیره من الامامیه. این گپ چی است؟ شاه ولی الله دهلوی است. او میگه صاحب محجاج السالکین که از شیعه امامیه هست، میگه این روایت میکنه چی میگه؟ میگه ان ابابکر لما رأى ان فاطمه انقبضت عنه و هجرته ولم يتكلم بعد ذلك في امر فدک کبر ذلك عنده. میگه وقتی که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دید که فاطمه یک کمک انقبض عنه یعنی گرفته شد و هجرته و ایره ترک کرد، ولم یتکلم بعد ذلك فی امر فدک، میگه باز در مسئله فدک دیگه گپ نزد. کبر ذلك عنده، میگه این پیش ابوبکر صدیق باز بسیار یک گپ کلان شد. او دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم ولد اینجا خفه شد، چطورش کنیم؟ باید راضیش بسازم. فاراد استرضاءها. این ببین کتاب محجاج السالکین که از امامیه شیعه امامیه هست، یعنی ایره شاه ولی الله دهلوی نقل میکنه، میگه که چی کرد؟ ولم يتكلم في امر فدک کبر ذلك عنده فاراد استرضاءها فاتاها. میگه ابوبکر صدیق پیش بی فاطمه الزهرا آمد، فقال لها صدقت یا ابنه رسول الله صلی الله علیه و سلم فيما ادعیت. گفت تو راست گفتی ای دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم در آنچه که تو ادعا کردی، یعنی تو وقتی که ادعا کردی که حق تو در میراث است، ادعای تو درست است، لکن ای دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی گپ ابوبکر صدیق است که این عالم این ذکر میکنه، ولکنی رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقسمها فیعطی الفقراء والمساکین و ابن السبیل. گفت امی آنچی که بهش رسول الله صلی الله علیه و سلم از این مال برای کی میده؟ به فقرا میده، برای مساکین میده و ابن السبیل برای مسافرا میده. بعد ان یؤتی منها قوتکم و صانعین بها، بازی که برای شما قوت شما را یعنی مصرف شما را میده و صانعین بها و کسایی که در این قسمت کار میکنن، کارگرای هستن. فقالت
افعل فيها كما كان. سبحان الله. اینه و شاهد من اهلی. این کتاب از جمله خودتان است، اگر قبول بکنین همین کتاب رو بخوانین و جوابتان رو بگیرین که مثلا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چی میگه. میگه که خب فقالت، میگه بیبی فاطمه الزهرا علیه السلام گفت افعل فيها كما كان ابي رسول الله صلی الله علیه و سلم یفعل فيها. میگه گفت که ای ابوبکر صدیق امو قسم در قسمت از این فدک بکو مثل که پدر من رسول الله صلی الله علیه و سلم ایره میکرد. فقالت والله لتفعلن. خب اینجا گفت یفعل. فقال ولك الله علم ان افعل ما كان يفعل ابوك. میگه یعنی الله با تو باشه. ابوبکر صدیق برای بیبی فاطمه میگه همو قسمی که پدرت میکرد همو قسم بکنم. فقالت والله لتفعلن. بیبی فاطمه گفت که قسم به الله هست که همین کارو بکن، یعنی برای ما فدک نده. همو قسمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون مال که برش میامد و برای از اینا میداد اون میگه همو کارتون. فقال والله لا افعلن ذلك. میگه ابوبکر صدیق گفت قسم است به الله که من این کارو میکنم. فقال اللهم اشهد. ابوبکر صدیق گفت که یا الله تو شاهد باش. فرضیت بذلك و اخذت العهد علیه. میگه بیبی فاطمه به اینمی کار ابوبکر صدیق راضی شد. ببین از غضب خود برگشت، از خفگان خود برگشت و پس راضی شد. این ما ابوبکر صدیق به خاطر این روایت چی میکنیم؟ اطاعت میکنیم. چرا که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به این اندازه تقوا هست، مطابق حکم الله هم عمل کرد و باز آمد بیبی فاطمه الزهرا رضی الله عنها را هم راضی ساخت. خب و کان ابوبکر یعطیهم منها قوتهم. میگه ابوبکر صدیق باز بر از اینا قوتشان از این مال همون مصرفشان که بود او رو برشان میداد. و یقسم الباقی علی من ذکر. باقی ماندهش به مو کسایی که ذکر شد که قبلا در او چیز آمده بود برازان میره. انتهى والله الهادی للصواب. مختصر و تحفه الاثنا عشریه. میگه علامه الهند شاه عبدالعزیز این روایت شاه عبدالعزیز دهلوی گرفته. از کی گرفته؟ از همین کتاب محجاج السالکین. پس ما ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رو به این خاطر قبول داریم. ما چرا خلافت ابوبکر خلافت شما میگن شما با وجود ازی چطور خلیفه؟ این باید بین روایت های دیگر رو بخوانیم. مثلا در صحیح مسلم هم آمده هست و که بازباد از این میاد صحیح مسلم که علی رضی الله تعالی عنه آمد و به ابوبکر صدیق چی کرد؟ بیعت کرد. خب این دیگر روایت از حدیث بسیار حدیث طویل است، 1759 صحیح مسلم. خب دلیل پنجم ما خلافت ابوبکر صدیق به خاطر از این قبول داریم که در صحیح بخاری باز احادیث دیگه آمده. حالا شما برای ما کدام کتاب پیش کردین در روی ما در مقابل ما؟ صحیح بخاری. عالم مجبور هستیم از این صحیح بخاری بر شما میگیم که امی صحیح بخاری روایت هایی داره که این روایت های صحیح بخاری چی میشه؟ برای ما میگه که ما باید ابوبکر صدیق رضی الله عنه رو هم ایمانش قبول داشته باشیم، هم احترامش داشته باشیم. چرا؟ به خاطر که رسول الله صلی الله علیه و سلم قدر ابوبکر و مقام ابوبکر رضی الله عنه رو در این صحیح بخاری بیان کرده. ببین براتون میخوانم در حدیث 3653 صحیح بخاری کی میگه؟ عن انس عن ابی بکر رضی الله عنه قال قلت للنبي صلی الله علیه و سلم و انا فی الغار. انس میگه حدیث صحیح بخاری است. خوب باز کنید صحیح بخاری بخونید، اگر بسیار قضاوت عادلانه نداریم بگن که این یک حدیثی از صحیح بخاری براتون میکشم، ایران بکش و برای ما بخوان. 3653 یا هم صحیح بخاری است. نه افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون. مشکل یهود چی بود؟ نصف کتاب تورات قبول داشتن، نصف دیگهش قبول نداشتن. او که به منفعتشان بود او را سند میگرفتن، این تورات تو گفتن. و چیزی که باز به ضررشان بود بازی تورات پت میکردن. حالا عین کار شما لطف میکنین چی میکنین؟ صحیح بخاری وقتی کدام جای یک خطش به منفعت شما بود میخیزین در رخ ما میکشین تا ما را بیدین و بیرا و رهبر ما را و صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما
بد نشان بده. اما باز وقتی که در احادیث صحیح بخاری ابوبکر صدیق خوب نشان میده، او رو چرا نمیخیزین نمیگین کلا می احادیث بخونین، این مثل که ما میخوانم باز بعد از اون آخرش مردم بگن آره درباره ابوبکر صدیق چه قضاوت میکنین. سگم حدیث 3653 صحیح بخاری چی میگه؟ عن انس رضی الله عنه روایت میکنه عن ابی بکر رضی الله عنه قال قلت للنبي صلی الله علیه و سلم، میگه من به نبی صلی الله علیه و سلم گفتم و انا فی الغار، در غار. اون قصه غار که رسول الله هم اجرات میکرد، بهترین دوست رسول الله صلی الله علیه و سلم کی بود؟ شما ببینید در حالتی که بسیار سال رسول الله هم فشار است و دشمنان میخوان بکشش، و انسان وقتی که در این حالت سختی میباشه میره به بهترین خانه یا مثلا به بهترین دوست خود پناه میبره. رسول الله صلی الله علیه و سلم به منزل ابوبکر و امرای ابوبکر میره در غار ثور. این خود تاریخ است، سیرت است، سیرت هیچ کس انکار نمیکنه. ابوبکر رضی الله عنه میگه که وقتی ما در غار با امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، میگه ما به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتم لو ان احدهم نظر تحت قدمیه لابصرنا، میگه ما گفتم اگه این مشرکین یکیش با این سل کنن، ابوبکر و رسول الله هم در بین غار پت هستن و مشرکین آمدن و میخوان که رسول الله صلی الله علیه و سلم و هر کسی که همراهشان است قتلشان بکنن و بکشن و هر کس که اینا را بکشه 100 شتر هم برش جایزه گذاشتن. متوجه هستین؟ میگه من برش گفتم که رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر یکی از این مشرکین سهل کنه در طرف پایین چی میشه؟ دیگه ما و شما را ابصار ما را میبینه. فقال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من گفت ما ظنک یا ابا بکر باثنین الله ثالثهما. قول رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول داری؟ میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که چیز باور تو ای ابو بکر صدیق به دو شخصی که سومشان الله هست، یعنی امرای ما تو تنها نیستیم، الله امرای ما تو هست. و در آیت قرآن هم میگه که ان الله معنا، بازی آیت نازل میشه که ان الله معنا. اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق آیا وقتی کسی که امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم است و اوت تو گپ پیغمبر برش گفته باشه، این دیگه حدیث میخوانیم 3654 اینا مسائل بخاری بکشین و بر مردم بخوانین، نشان بدین در موبایلتان بکشین و بگین اینا آقایان ببینین این حدیثه، اینا آقایان بگو این حدیث هم ببین در 3654 عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال خطب رسول الله صلی الله علیه و سلم الناس، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم بر مردم خطبه گفت و قال ان الله خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده، میگه یک بنده خدا الله در بین دنیا و در بین آنچه که در پیش است اختیار داد. فاختار ذلك العبد ما عند الله، میگه این بنده اختیار کرد آنچه که به نزد الله است. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از اینا میگه که بر ما اختیار از جانب الله داده شد که توی دنیا رو میخوای یا آنچه که جنت ها و نعمت های الله هست اونجا به یعنی روحت قبض شود. قال فبكى ابو بکر، میگه ابوبکر صدیق اینجا گریه کرد. فعجبنا لبکائه، میگه ما تعجب کردیم چرا ابوبکر صدیق دیگه گریه کرد. ان یخبر رسول الله صلی الله علیه و سلم عن عبد خیر، از یک بنده که اختیار داده شد و نفهمیده بودن که اینجا خب مسئله قبض روح رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ابوبکر صدیق فهمید مقصد رسول الله صلی الله علیه و سلم و گریه کرد. فکان رسول الله صلی الله علیه و سلم هو المخیر، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم او کسی بود که برش اختیار داده شده بود. و کان ابوبکر اعلمنا، میگه ابوبکر صحابی میگه عالم ترین ما ابوبکر صدیق بود. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان من امن الناس علی فی صحبته و ماله ابوبکر، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ان من امن الناس علی، یعنی امانتدارترین انسان بر من فی صحبتی، در صحبتش و در مالش ابوبکر صدیق بود. صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم که امین ترین شخص و کسی که در صحبتش و کسی که در مال خود یعنی سرما مصرف میکرد کی بود؟ ابوبکر صدیق بود. ولو کنت متخذا خلیلا،
چی میگه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه. بگوییم میره بر مردم برسانیم، بگوییم که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است که ولو کنت متخذا خلیلا غیر ربی، که اگر من دوست به غیر از الله میگرفتم لاتخذت ابابکر، من ابوبکر دوست خود میگرفتم. ولکن اخوة الاسلام و مودته، لکن برادری اسلام است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اگر به غیر از الله ما کسی دیگر دوست خود میگرفتم، ابوبکر دوست خود میگرفتم. لکن اخوة الاسلام، لکن برادری اسلام است، یعنی ابوبکر برادرم است. و مودته، و دوستی عزیز. شما ببینید که رسول الله صلی الله علیه و سلم با امرای دوستی میکنه. آیا تو شخصی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما گفته هست، اولا ما من حیث خلیفه خود و بزرگ خود و من حیث صحابی جلیل قدر رسول الله صلی الله علیه و سلم و من حیث یک فرد مؤمن بپذیریم یا نپذیریم؟ اینجا آینکای تعصبی را اگر هر کس دور بکنه، این را قبول میکنه و میگه که واقعا ابوبکر صدیق رضی الله عنه تو یک شخص بود. لا یبقین فی المسجد باب الا سد، میگه در مسجد کل دروازه کس یا بسته میشه الا باب ابوبکر، مگر دروازه ابوبکر بسته نمیشه. باز می صحیح البخاری، در صحیح البخاری یک بابی داره در کتاب چی میگه؟ باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی الله علیه و سلم. میگه باب از درباره فضیلت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم. شما گفتین که این حدیث صحیح البخاری نمبری میگه، این نمبر دیگه هم میخوانیم 3655. در اینجا میگه عن ابن عمر رضی الله عنهما قال كنا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی الله علیه و سلم. گفت که ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم به بهتری یاد میکردیم. فنخیر ابابکر، میگه اول اختیار میکردیم که باز رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین کی است؟ ابوبکر صدیق، ثم عمر ابن الخطاب، ثم عثمان ابن عفان رضی الله عنهم. بعد از او عمر ابن خطاب است و بعد از او عثمان ابن عفان. آیا ما و شما، ما هم آخوندهای اهل سنت، شما آخوندهای شیعه، حقش نیست که یه حادثه بر مردم برسانیم؟ وقتی که کفر از کعبه خیزد کجا ماند مسلمانی؟ وقتی که یک آخوند بخیزه دین پت بکنه، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. با وحی آمد رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که یک حدیث میگه و ما ينطق عن الهوى، کسی که این کتمان میکنه و پت میکنه و یک حدیث صحیح بخاری مطابق هم اندیشه خود بر مردم میرسانه و حدیث دیگر نمیرسانه، درباره از چی حکم است؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اینا را الله هم لعنت میکنه و لعنت کننده هم. الا الذين تابوا، پس شما توبه بکنین و اصلاح بکنین و بیان و بر مردم بگویید که من دروغ گفتم. از احادیث البخاری دو تایش قیچی کردم خاص مطابق فکر و تعصب خود بر مردم برسانم. اینی دیگه احادیث دیگر نگفتیم. سیکو در حدیث 3656 اینجا هم عن ابن عباس رضی الله عنهما میگه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما. سیکو این عبدالله ابن عباس کاکای رسول الله صلی الله علیه و سلم است و عبدالله پسر کاکای رسول الله صلی الله علیه و سلم است. عن النبی صلی الله علیه و سلم این روایت میکنه. از کی؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم. چی میگه؟ میگه لو کنت متخذا من امتی خلیلا، اگر من از امت خود یک دوست اختیار میکردم لاتخذت ابابکر، من همین دوست خود کی اختیار میکردم؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه را. ولکن اخی و صاحبی، لکن او اخ برادر من هست و صاحب دوست من هست، همنشین من هست. شما صاحب و دوست غیر ما خلیفه خود نگیریم. پیش میریم دیگه براتون باشه دلتان خوب یخ کنه که درباره ابوبکر. در حدیث 3666 عن ابی درداء رضی الله عنه قال النبي صلی الله علیه و سلم ان الله بعثني اليكم فقلتم كذبت. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم بر مردم گفت که بر شما الله مرا مبعوث کرد، شما گفتین که دروغ گفتین. و قال ابوبکر صدق، میگه در بین کلتان ابوبکر صدیق اولین کسی بود که آمد گفت که راست میگه. و واسانی بنفسه و ماله، و این میگه به امرای ما همکاری کرد با نفس خود
از من دفاع کرد و با مال خود. فهل انتم تارکو لی صاحبی، آیا صاحب مرا برای من میگذارین؟ یعنی دیگران را میگن که وش کوی صاحب مرا غرض نگیرین، این دوست مرا غرض نگیرین، این را بگذارین برای من. سبحان الله، مثل که همین حدیث امیال گفته شده باشه. شما سعی کنید که رسول الله هم درباره ابوبکر صدیق چی گفته هست. خب در حدیث 3662 از صحیح البخاری اونا گفتن که شما چطور ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بعد از دو حدیث خلیفه دار میگه؟ ما برش میگه که ما ابوبکر صدیق به خاطر اینی احادیث بس زیاده که در صحیح البخاری است، به این خاطر ما من حیث خلیفه و من حیث صاحب رسول الله صلی الله علیه و سلم و من حیث اولین خلیفه مسلمان ها ایره قبول داریم. همین صحیح البخاری که خود سند کشی سر ما. بیاین سوال کنین چی میگه صحیح البخاری در حدیث 3662 چی میگه؟ میگه که عمرو بن العاص میگه رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم بعثه علی جیش ذات السلاسل، میگه ایره فرستاده بود به جیش علی جیش ذات السلاسل. ذات السلاسل یک جنگ است، دو غزا میگه یا دو ذات السلاسل ایره روان کرده بود. کی را؟ عمرو. فاتیته، میگه من پیش از آمدم، فقلت، برش گفتم. پیش کی آمدم؟ میگه آمدم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. فقلت، و گفتم به رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای الناس احب الیک، میگه برش گفتم که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم کدام اشخاص تو بسیار زیاد دوست داری؟ قال، گفت عایشه، گفت ما بی عایشه رضی الله عنها را زیاد دوست دارم. فقلت من الرجال، نه مقصد ما از جمله مردها هست، در مردها کی زیاد دوست داری؟ فقال ابوها، گفت ما پدر بی عایشه را زیاد دوست دارم. کی است؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. آیا کسی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داشته باشه ما او را دوست نداشته باشیم؟ دوست است. دوست رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم او را دوست داره. قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب، میگه این بعد گفتم بعد از کی را دوست داره؟ میگه گفت که عمر بن الخطاب. بیاین در صحیح بخاری دیگه حدیث براتون بکشم در 3666 عن ابا هریره قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابوبکر صدیق میگه این صحیح بخاری، کاش که بگیرین کل احادیث صحیح بخاری. والله اگر کل احادیث صحیح بخاری شما بگیرین و قبول بکنین، اختلافات کلش از بین میره، ارتداد، شرک، کفر، بیدینی کلش از بین میره، کلگی مسلمان و واحد میشه، لا اله الا الله محمد رسول الله کلگی صادقانه میگه. میگه ابا هریره چی میگه؟ میگه من شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل الله دعی من ابواب. میگه اگر کسی بالای دو کس چی کنه در راه الله انفاق بکنه، دعی من ابواب یعنی الجنه یا عبدالله هذا خیر، میگه از دعوت میشه از دروازه های جنت که یا عبدالله این خوب است. فمن کان من اهل الصلاه، پس میگه کسی که از اهل نماز باشه، دعای من باب الصلاه. مثلا یک کسی از چی است؟ یک کسی مثلا نمازخوان است، اونجا یک دروازه در جنت است، سوره به نام دروازه چی میگن؟ دروازه نماز میگن. پس همون نمازخوان از همون دروازه داخل جنت میشه. من کان من اهل الصیام، اگر کس از اهل روزه باشه یعنی روزه بگیره، دعای من باب الصیام و باب الریان، میگه از دروازه روزه یا از ریان، میگه یکی از دروازه جنت، میگه از دروازه میگه داخل جنت شد. شو فقال ابوبکر ما على هذا الذي يدعى من تلك الابواب من ضروره وقال هل يدعى منها كلها احد یا رسول الله. میگه ابوبکر صدیق فی رسول الله صلی الله علیه و آله این خود دروازه های جنت است، آیا کدام شخصی هست که از تمام دروازه های جنت دعوت شده باشه که تو بیای از این دروازه داخل شون؟ میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، گفت نعم، بله، تو کسی هست که از کل دروازه های جنت دعوت میشه که بیای داخل جنت شوه. نعم و ارجو ان تکون منهم یا ابوبکر. رسول الله صلی الله علیه و میگه و ما امیدوار هستم که تو اعظمی باشی، یعنی همین شخص تو از همین جمله کسایی باشی که از کل دروازه های جنت داخل جنت میشن. اینی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هست که چی است؟ آمده احوالش و در حدیث 3673 ابی سعید خدری میگه که نبی صلی الله علیه و سلم گفت که لا تسبوا اصحابی، اصحاب مرا دشنام نتین، اصحاب مرا دشنام نتین. یعنی وقتی رسول الله صلی الله علیه و یک کار منع میکنه به معنای حرام است، ناروا است. اصحاب مرا دشنام نتین. فلو ان احدکم
انفق مثل احد، اگر یکی از شما به اندازه کوه احد مصرف بکنین، ذهبا اصطلاح ما بلغ مد احدهم ولا نصیفهم، به اندازه هم یک مد که اونا میگن و یا نصف از او به می اندازه شما نمیرسین. یعنی اگر یک کسی به اندازه کوه احد صدقه بکنه، برای ابوبکر صدیق و دیگه صحابه و عمر و عثمان و علی، اگر اونا به اندازه یک مد، یک مقدار کمه که نمیفهم مد چقدر میگن، به می اندازه اگر اینا صدقه کرده باشن به اون رسیدگی نمیتونن. اینقدر اینا پیش الله و پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم ارزش داشتن. خب احادیث در این رازیات است. جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.